به قول شوپنهاور حرف خیلی قشنگی میزنه، من یه تیکش خیلی یادمه که انسانی که رنج نمیکشه در واقع ادب نشده، تربیت نشده. در واقع آدمایی که سختی میکشن تربیت میشن تو زندگی. از دست دادن خیلی آدمو قوی میکنه، مخصوصا در مورد خانوما. اون رشدی که توی زنا دیدم پس از فقدان فوق‌العاده بود. خانم‌ها درگیر نمیشن و اگه درگیر بشن عمیقاً درگیر میشن، به همون عمقی که درگیر میشن به همون اندازه به سختی میتونن عبور کنن از اون چیزی که پیش اومده. پوست آدم کنده میشه، ولی امان از وقتی که از توی اون آتیش اینا بلند شن. دیگه آدمای گذشته نیستن، زنای بسیار قوی میشن. ما آدما آره میایم که یک زنجیر کلفتی بندازیم دور کسی که دوستش داریم، در حالی که نمیگیم بابا ما این آدمه رو همینطوری دوستش داشتیم. خیلی متوجه شدم که آدم در تنهایی خیلی بهتر رشد میکنه.